5 تا автобус یعنی شرکت روی ابریشم 5 تا автобус زمانوی را پیشنهاد شهروندان جمهوری تاجیکستان کرد که تا که همه ساله هر هفته روزهای سه‌شنبه جمعه خدمت رسانی کنن برادر عزیز. در داخل سالن تلویزیون هسته یعنی سیدلنیو کوژنی قولین پرتوفتگی به پای افضل یعنی شما داخل автобус میشین. در داخل автобус 4 تا دتک سیدلنی 4 تا جای زرعتکا کانسنر یخ برادر عزیز و راننده بهترین معامله را یعنی قطع شما میکنه و میندارگی خدمت بیان میکنم با شرکت راه ابریشم که یعنی بی‌طرف نایستادن و دستگیری کردن که автобус‌های زمانوی یعنی خدمت رسانی کنن. ریامای رئیس автовокзал کاتلنیکی و خوجند ولایت سوخ شما میتونید آزاد مراجعت کنید، جای خودتون برانیروات کنید و گفتن همونه که بی‌طرف نباشه دستگیری کنید. کامنت‌های خوب شما را انتظار داریم برادر عزیز و ما کوشش میکنیم که روز تا روز یعنی بهترین شرایط را برای شما مهیا بگردونیم. خواهشمندایی که میخواین هر سفر کنین با فدراسیون روسیه هر هفته روزهای سه‌شنبه جمعه автобус‌های نوی زمانوی میتونین پیشکی مراجعت کنین، جای خودتون برانیروات کنین و گفتن همونه که همون شهروندایی که میخواین ایمن ده همین автобус‌ها سفر کنین برادرای عزیز. شهروندایی که از شهر دوشنبه ولایت ختلان نایای تا به مرکز میتونین رقم‌های 900 80 84 85 پلوس 7 999 826 84 85 را مراجعت کنین. ماشین‌های زمانوی قطعی بیارمتون برادرای عزیز تا داخل автобус و یک وقت ابیت رایگان شما داده میشه از طرف کانال رایگان آویا. مرحمت مراجعت کنیم، مراجعت شما را انتظاریم هر هفته روزهای سه‌شنبه جمعه.